آقای سرجم یه قسمت و نیم بازی دارم، 5-6 تا سکانسه کلن اگر بخوای کیلومتری نگاش کنی. آخر قسمت 29 میام تا قسمت 30 تموم میره پیکارش. اما تو این 10 سالی که داره از مختارنامه پخش میشه، من فکر میکنم که شاید به 1 میلیون بارم رسیده باشه، شاید به میلیون ها مرتبه رسیده باشه که این صحنه رو مرور میکنن و تداعی میشه براشون، یا اسم هرمله که میاد یه جورایی با چهره من تداعی میشه براشون. اشکالی هم نداره ها، یه جورایی شاید این سعادت منه، این لطف امام حسین. منم به همین در واقع امید بستم که امام حسین، من نمیخوام گرو کشی کنم، ولی به عنوان مثلا یه عاشق، به عنوان یه نوکر ته دلم یه وقتایی شما یه انتظاراتی داری، رومم نمیشه اینو بگم، ولی من فقط با همین امید در واقع زندگی میکنم که واقعا اونور خط امام حسین به خاطر همین ماجرا دست منو بگیره، واسطه بشه و خداوند از گناهات بگذره به خاطر این. نمیدونم، خیلی سخت بوده این سالها، خیلی مثل که فشار زیاد بوده به خاطر این. آره یه وقتایی یه فشارهایی میاد، نه مردم لطف دارن خدا میدونه، حتی از روی لطفشون بعضی وقتا مثلا از روی سادگیشون این ور اون ور که دعوت میشی، یه مرتبه میبینی یک نفر تو اون جمعیت صدا میزنه میگه هرمله عکس با من میگیری. اوایل ناراحت میشدم، الان دیگه ناراحت نمیشم، هم اشکال نداره، دم معرفت چون دیگه. زیاد از این حکایت ها شنیدم. شما با کس دیگه معامله اون کسایی که یه خود آدم حسابیان و سیمشون وصله به من گفتن که تو هرمله امام حسین، ناراحت نشو. سلام اربابم